الان درست میکنم. اجازه فرشته نجات رسید. این از این داشته باش. من چی کنم؟ اجازه بده. نامحرمی به هر حال چی؟ اجازه بده. تو دیگه کسی؟ تو رو خدا تو دیگه من اذیت نکن. من کوچیک شما حسن، رفیقا مرتضی اومدیم دم جواهر فروشی. یادتون هست؟ میفته تو خطر؟ هی میفته تو خطر. جیغ بزن مشید خانم. نمیتونه اصلا جیغ بزنه. اوه چه کثیف. ولی از تو گردنبندو میخوام. گوشاتو وا کن. فردا ساعت 9 صبح میای جاده نخلستون، گردنبندو میدی به آقا همایون. دیگه هیچ وقت مشید خانمو زنده نمیبینی. گفتم اگه به پلیس خبر بده. فهمیدی؟ آره فرشته نجات رسید. وای حسن، من جونم و مدیون تو هم. اختیار دست اینجا یا الان خودم نجات بودم.